سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ رو به راهی؟ یه سفر رفتیم ما به سمت کانچانابوری، البته اونورتر، یعنی غربتر از کانچانابوری که میشه گفت دقیقاً غرب تایلند و شمال غربی بانکوکه. تقریبا 5 روز طول کشید، درسته؟ 5 روز؟ آره، جمعه تا چهارشنبه. آره، 5 روز طول کشید این سفر. تصمیم داریم توی 5 تا ویدیو هر روزش رو براتون بذاریم که کجاها رفتیم، چیکار کردیم، چقدر مسافتش بود، چقدر هزینه‌مون شد، چه جاهایی رو گرفتیم و همه اینا رو باهاتون به اشتراک بذاریم. ما قبلا کانچانابوری رفتیم. آره. ولی پارسال آذر ماه بود رفتیم. آره. برای کریسمس بود دیگه، سال نو بود. رفتیم کانچانابوری که حالا اونم فیلماشو گذاشتیم توی کانال. آره، لینکشو من این بالا اون بالا نمیدونم میذارم براتون ببینید. عبور از قطار مرگ و اینا. آره اونجا. آره، بعد این دفعه باز اومدیم که یه قسمت دیگه از کانچانابوری اومدیم. خیلی طبیعتش متفاوت بود. خیلی مثلا برای ما که حالا مدتی بود از ایران دور بودیم خیلی خوب بود، به خاطر اینکه طبیعتش به شدت شبیه شمال خودمون بود. آره، شمالی که مثلا سمت ماسال و گیلان و اینا که مه داشت. دقیقاً. آره، واسه همین خیلی چسبید. بعد هوای سرد، مثلا توی جزایر و اینا هوا خیلی خوب شرجی و گرمه، ولی اینجا هوا خنک بود. خیلی تجربه باحالی بود. بارون اومد، چه بارون خوبی. بعضی بارون ریز یواشا، نه این تندا. البته یه مدتش تند شد ولی خب بارون باحالی بود. بعد مه داشتیم. آره، مه مثلا ندیده بودیم، ما از وقتی اومده بودیم اینجا مه ندیده بودیم. آره. بعد اینا همه باعث شد که یه تجربه خیلی خوبی باشه برامون. دقیقاً. حالا الان بعد از صحبت‌های ما میریم اول چیز رو ببینیم، جایی که برای 2 روز اول گرفتیم، چون 2 روز اول رو تو خود کانچانابوری، یه خورده بعد از کانچانابوری، تقریبا 1 ساعت بعد از کانچانابوری موندیم. بعدش رفتیم به سمت همون مرز میانمار که یه شهریه به نام، نوشته میشه سنگخلابوری، ولی خب اینا مثلا خیر رو یه چیزی بین که و خ تلفظ میکنن، سنگخلابوری میشه، یه همچین چیزی. رفتیم اونجا که تو اون مسیر که دقیقاً لب مرز میانماره و اتفاق خیلی جالبی اونجا افتاد. خیلی خوشگل بود اونجا. هم بازار محلیش رفتیم و اینا که توی ویدیوهای روزهای بعد براتون میذاریم ببینید. حالا اول از همه بریم اونجایی که 2 شب اول موندیم رو ببینیم. که 2 شب یا 3 شب موندیم؟ 2 شب جای اول بودیم، بعد 3 شب همه ویدیوها رو نگاه کردیم، الان ما اینو داریم می‌بینیم. آره. بعد الان اولم از اون جاده قشنگه می‌خوایم جاده قشنگه بریم به ریزورت ها. بعد یه چیز دیگه هم بگم، الان من موهام با موهایی که تو فیلم خیلی فرق می‌کنه، به خاطر اینکه سفر مال چند ماه پیش بود. آره، 1 ماه 2 ماه پیش بود دیگه. آره، 2 ماه پیش بود تقریبا. من موهام بلندتر بود، تونستیم بگیریم اینا. آره، کم فرق. واسه همین فرق کرده این داستان. آره. این ریزورت رو 3 شب گرفتیم. 2 شب. میگم 3 شب. جمعه شب که جمعه ما از اینجا پیش از ظهر بود حرکت کردیم. بعد تا بعد از ظهر رسیدیم. جمعه رو اونجا بودیم، شنبه رو هم بودیم. 1 شنبه ظهر اونجا رو تحویل دادیم، رفتیم. مطمئنی؟ من چون توی ویدیو داشتم میدم گفتم 3 شب اونجا بودیم 2500 تا دادیم. اشتباه گفتی پس. چون 2 شب بودیم، جمعه و شنبه شب و اونجا بودیم. 1 شنبه شب، 2 شنبه شب و 3 شنبه شب و اون ریزورت جنگلیه بودیم. آها، خیلی باش. آره، برای اون 2 شب هم پس ما 2500 تا برای 2 شب دادیم، برای که قیمت هتل آره دیگه، برای 2 شب 2500 تا شد که با صبحونه هم بود و واقعا میارزید، چون فضاش واقعا عالی بود. و اینکه فقط خودمون بودیم، اینش خیلی خوب بود. قسمتی که ما شانس آوردیم تو تعطیلی ها خودمون بودیم. آره، تو تعطیلات هم بود، فقط خودمون بودیم. یعنی بودن ها مسافرای دیگه، ولی اون قسمتی که ما بودیم فقط ما و دوستامون بودیم. شب آخر فقط یک خانواده دیگه اومدن که حالا اونم یک زوجی بودن و خیلی حالا 9 شب خوابیده بود. بعد ما موزیک گذاشته بودیم، ساعت 10 اینطوری میزد به شیشه اتاق خودش، بیرون هم نیومد که سیس میکرد که سر صدا نیومد. آخه اینا خیلی زود میخوابن. مثلا ما مسافرت رفتیم اینجا، ویلا گرفتیم، بعد قانونشون این بوده که مثلا از ساعت 9 و 10 شب به بعد دیگه هیچ گونه سر صدایی نباید داشته باشی. یعنی صدای موزیک و اینا، حالا مثلا میخواین بیدار باشین اوکی، ولی صدای موزیک نباید داشته باشید. یعنی خیلی با
حالا تجربه‌ای که ما تو ایران داشتیم متفاوته که ویلا میگیری و باند و نمیدونم تا 3 و 4 صبح یا حتی تو خونه ها مثلا خیلی‌ها پارتی میگیرن و 12 مثلا دیگه همه تهران اوکی 12 همه میدونستن که باید 12 به بعد دیگه. حالا مثلا یه وقتایی بیشتر هم طول میکشید و دیگه حالا اگه با همسایه ها مثلا اوکی بودی تموم. حالا نمیشه گفت بده، به خاطر اینکه واقعا اینا مثلا صبحونه‌شون رو زود میخورن، ناهارشون رو خیلی زودتر از ما میخورن، شامشون رو همه ساعت 6 7 میخورن. کلا مدلشون فرق میکنه دیگه. یعنی مثلا خوبه خوردن شام ساعت 6 7، ما واقعا مثلا این مدتی تجربهش داریم می‌کنیم، واقعا خوبه. آره، و اینکه خب برای سر صدا کردن و رقصیدن و اینا هم خب بیرون شرایطش هست. برای همین میگن آقا اگه شما مثلا اهل این هستی که تا نصف شب بیدار باشی، میخوای بزنی برقصی، هر کار میخوای بکنی برو بیرون. ولی مثلا توی خونه یا حالا نمیدونم هتل جای محل استراحته، اونجا دیگه جاش نیست. اینجا من میخوام استراحت کنم، اومدم مثلا ریلکس کنم، خب جای این نیستش. مثلا اینطوریه. موافق باشی بریم ببینیم مسیر و ریزورت. مسیر زیبا. بریم. یا از این کارا بکنیم. مسیر که با هم اومدیم، الان رسیدیم ریزورت. ریزورت هم دیدیم. خب به خدا 4 بار گفتم بهش ریزورت رو دیدیم. الان دوباره چیزی که باید بگیم اینه که ریزورت دیده شده صبح یعنی رسیدیم به شب، صبح و صبح فردا رو باید. خب نه بفهم. رسیدیم ریزورت، وسایلمون رو گذاشتیم، از اتاق فیلم گرفتیم، یه استراحت. اینا همه رو دیدم. خب بدونن در جمع باشم بیشتر. بعد دیگه تا بعد از ظهر که شد گفتیم خب حالا بریم شام بخوریم، به خاطر اینکه وسایل شام که نداشتیم و اونجا خود ریزورتی که گرفته بودیم که رستورانش فقط صبحونه میداد دیگه، چیز دیگه ای نداشت. و رفتیم همون دور و بر یک رستورانی پیدا کردیم که خیلی خوشگل بود. شام خوردیم که قصدمون این بود که فردا ناهارم دوباره بیایم همونجا چون انقدر فضاش قشنگ. برای همین دیگه اصلا از شبش فیلم نگرفتیم. بعد ولی همین دیگه. خب حالا درست گفتم؟ میگه درست گفتم. آره دیگه شب اونجا رستوران خیلی خوشگل بود واقعا. ولی خب دیگه فرداش نرفتیم اونجا. بعد شب رفتیم شب تمام فردا صبح صبح هم رفتیم صبحونه سرویس هتل. صبحونه رو خوردیم. صبحونهش خوب بود و نمیشه گفت مثلا خیلی عالی بود که مثلا همه چیز داشته باشه، نه، ولی چیزایی داشت که ما میتونستیم راحت بخوریم. حالا میبینید توی ویدیو. خب ما چون دیگه حالا تا حدی میشه گفت عادت کردیم به یه سری از طعماشون، مثلا دوست داریم.
ولی خب غذای غیر تایلندی هم داشت، سوسیس و کالباس و تخم مرغ و نمیدونم صبحانه شیرین مربا کره اینا هم داشت که آدم میتونه حالا از اونها بخوره اگر آره سوسیس اینا دوست داشته باشه. بعد از اونم رفتیم توی دورش باغی بود که مربوط به همین ریزورت بود و باغ میوه‌های مختلف داشت، جک فروت و چند تا میوه دیگه‌ای داشت، مثلا گریپ فروت ما بزرگتر و از اونها مثلا چند تاشو چیدیم که آوردیم، مثلا ازش رفت پرسیدیم، بنده خدا گفت 8 بار دوست داریم بکنیم. بعد میوه پخپخیا چی بود؟ قرمزا اسمش یادم رفته. بعد این رفتیم دور زدیم اونجا تو باغ و چرخیدیم و بعدم دیگه رفتیم دوباره حاضر شدیم که بریم بیرون و بعد رفتیم بیرون نهار دیگه. آره تا ظهر اونجا بودیم، همینجوری چای خوردیم، رقصیدیم. خوبه ما ویدیوهای کاری که کردیم و دیدیم ما. بعد بارون میومد همینطوری کیف کردیم، مثلا میرفتیم تو، خیلی خنده‌دار بود، میرفتیم تو اتاق دیگه خسته بودیم بیرون، مثلا یکم گرم میشد و اینا، میرفتیم تو اتاقام، بعد بارون هم برنامده بود. بعد یک دفعه تا مثلا بارون شروع میشد هممون با گوشی‌ها اینطوری میومدیم بیرون، یعنی اینقدر خنده‌دار بود. بعد حالا خوبه که مثلا تایلند کلا بارونه، ولی خب خیلی لوکیشنش خوب بود. آره لوکیشنش خیلی خوب. دیگه تا ظهر اونجا بودیم و آره ظهر رفتیم رستورانه. آره رستوران قیمتش خیلی خوب بود، قیمت غذاش. بعد یه دونه غذاش هم عالی، غذاش هم خیلی خوب. غذاش هم خیلی خوب. و این فروشگاه هم کنارش داشت که از اون فروشگاه هم الان براتون فیلم میذاریم. در ادامه الان همه این چیزایی که گفتیم و توی این فیلم ادامه میبینیم. دوباره اینقدر مهربونه بنده خدا برامون چتر آورده. کاپونکا thank you کاپونکا. صبحونش خیلی فیلم گرفتنی نبود، ولی خب حالا دیگه یه فیلم گرفتیم. آره بدونین فقط صبحونه هم داره. آره ما دیر اومدیم یه خورده، ولی خب به تهش رسیدیم، ته دیگه‌شو داریم. تخم مرغ داره ولی
خب بچه‌ها اینم از روز اولمون. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. خیلی خیلی ممنونیم. برای روز دوم کجا میریم؟ میریم یک نشنال پارک. انقدر قشنگه در حدی که فقط اینو بگم، من یک عکس ازش گذاشته بودم، خالم بهم پیام داد پس این کارت پستالایی که ما میدیدیم از رو ایناست. یعنی در این تایپ دیگه کارت پستالی بود. یعنی ببین کوه، بعد کوه ها مثلا یه فضایی که دریاچه بود، رودخونه بود، اونور کوه بود یه عالمه، بعد ما خودمون رو کوه بودیم، رو کوهی که کلا سبز بود، بعد یه عده اومده بودن کمپ زده بودن، اصلا یه فضای عجیبی بود. قشنگ حل می‌کرد اون فضا خودشو آدمو توش. واقعا این عجیبه. پیشنهاد می‌کنیم قسمت دوم از دست. آره واقعا ویدیو جذابی میشه. آره دمتون گرم بازم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدارتون. خداحافظ.